بافتمون رو به این حالت ادامه میدیم. خط وسط اشارپ رو میبینین، سمت راست اشارپ، سمت چپ دو طرف با هم دیگه قرینه هستش. این قسمت بالای اشارپه که یه خط صاف میفته و حتما لبه ها خیلی نامرتب هستش که حالا بعدن اینا همه کشیده میشه و درست میشه. قسمت پایین اشارپمون هم که داخل میل هستش، اینم قسمت وسطه که من همچنان علامت گذاشتم که دونه وسط بدونم کجا هستش. بافتمون رو به این حالت پیش میبریم. چقدر میبافیم؟ به اندازه‌ای که 2/3 نخمون استفاده بشه. یعنی چی؟ ببینین کلافای نخ من 50 گرمی بودش و 215 متره. 5 کلاف داشتم، من 3 کلافش رو استفاده کردم که از کلاف سومم انقدر باقی مونده و تا تکرار 15 اومدم. یعنی چی؟ با هم دیگه بشماریم. از ابتدا من شروع میکنم که گیج نشیم. ببینین این دوتایی بود، درسته؟ اولی دوتایی، اولی رو باش کاری نداریم. بعد از اون گفتیم که ستایی ها رو که 3 تا رو میکردیم 9 تا رو تکرار میکنیم دیگه، درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. این هم دوباره دوتایی آخر هستش. من تا 15 تا تکرار انجام دادم، ولی قرار نیست که همه تا 15 تا تکرار انجام بدن. شاید یکی تا 12 تا کافیش بشه، یکی تا 17 تا کافیشه. اون دیگه بستگی داره چقدر بخواین اشارپتون بزرگ بشه. خب در مورد تکرارم یه بار دیگه توضیح بدم. ببینیم ما شروع که کردیم اولش یه دونه داشتیم، بعد شد 2 تا، بعد شد 3 تا که توی این 3 تایی‌ها اول و آخری دوتایی بود. یعنی 2 تا رو میگرفتیم میکردیم 9 تا، وسطی 3 تایی بود. بعد اومدیم بالاتر یه دوتایی، یه 3 تایی، یه 3 تایی، یه دوتایی. یعنی 3 تاییامون شد 2 تا. این اول و آخر دوتاییامون همون یه دونه باقی میمونه. ردیف بعد دوتایی اول، دوتایی آخر، 3 تایی شد 1 2 تا 3 تا. همونطور که میبینید هر ردیف یه دونه اضافه شد. این تکراری که میگم منظور اینه. دوباره ردیف بعد ببینین 1 2 تا 3 تا 4 تا 3 تایی. هر ردیف که میریم بالا یه 3 تایی باید اضافه کنی. اون قسمتی که 3 تایی پایینش با قرمز مشخص شده تو کادر قرمز، اون هی تکرار میشه که این تکرارا رو من انقدر انجام دادم تا رسیدم به 15 تا تکرار. 2/3 نخ باید استفاده شه. یعنی چی؟ چشمی نگاه میکنین. مثلا کلافای من حالا 50 گرمی نیست، 100 گرمیه. شما کلاف اول رو میبافین، کلاف دوم رو نصف کمتر ببافین. حدودی دیگه بعد نگاه کنین خودتون، چشمی نصف کمترش استفاده شده باشه، چون بقیه ببینین دیگه پایین اشارپ هی داره بزرگ میشه دیگه، مقدار نخ مصرفیش بیشتر میشه. یه جوری بشه که نخ کم نیارین. حالا اگر یه گل کمتر بافتین اونقدری توی قد کارتون تاثیر نداره، ولی نخ کم بیارین مجبورین که حالا یه کلاف جدا تهیه بکنین. پس حدودی باید در نظر بگیرین که چقدر کافیه. برای اندازه گرفتن اشارپ هم فعلا نمیشه اندازه گرفت. دخترها ببینین الان چقدر تو همه ما بخارش که بدیم اختلاف رو ببینین چقدر میشه. خب الان که من نمیتونم کارمو بخار بدم که ببینم اندازش چقدر دیگه ببافم کافیه. پس بافت اشارپ رو به صورت چشمی انجام میدیم. این تا اینجای بافتمون. حالا میخوایم بریم برای ادامه کار، یعنی میریم سراغ نقشه بعدیمون. چی کار میکنیم؟ ببینین ما یه همچین نقشه‌ای داریم که از رج 1 داره، رج 2 رو دیگه خودتون میدونین، از رج 1 داره تا رج 16. یه نقشه از رج 1 تا رج 16. منتها این نقشه رو اومده 3 قسمت کرده. ببینین چه جوریه. ما شروع رجمون شروع میکنیم بعد از حاشیه. حاشیه رو که بافتیم شروع میکنیم یه زیر میبافیم. دارم براتون میخونم. یه زیر، یه ژوته، 2 تا یکی به راست، یه ژوته، 2 تا یکی به راست، یه ژوته، 3 تا یکی. این 3 تا یکی هم که بلدین دیگه کدوم بود.
به فیلم قبلی رجوع کنین و یا 3 تا 1 که ما اینجا این وسط انجام میدادیم. نه، این 3 تا 1 مجدد 1 ژوته، 2 تا 1 به چپ، 1 ژوته، 2 تا 1 به چپ، 1 ژوته، 1 زیر. اینو میبافیم. بعد میایم این کادر قرمز رو میبافیم. کادر قرمز هم همونه، ژوته، 2 تا 1 راست، ژوته، 2 تا 1 راست، ژوته، 3 تا 1 ژوته، 2 تا 1 چپ، ژوته، 2 تا 1 چپ، ژوته، 1 زیر. اینو گفته 12 بار تکرار کنیم. ببینید دخترها، شما نقشه قبلی رو اینجا نقشه قبلی رو کادر قرمز رو نوشته بود 12 بار تکرار. کادر قرمز همون 3 تا رو میکردیم 9 تا. هر چند بار که اینو تکرار کردین، مثلا من 15 بار تکرار کردم دیگه، درسته؟ میایم اینم 15 بار تکرار میکنیم. دقیقاً بستگی داره به نقشه قبلیتون که چقدر تکرار کرده باشین. اگه 12 بار بوده اینم 12 بار، مثلا من 15 بار بوده اینم 15 بار تکرار میکنین. پس تکرارتون رو انجام میدین. بعد میایم چیکار میکنیم؟ سراغ این نقشه 15 بار تکرار رو که انجام دادیم، نگاه کنین، فرض کنین اینها، میرسیم به این قسمت که 2 تایی بود، یعنی 2 تا رو کرده بودیم 9 تا، تقریبا تا اینجاها میرسیم. وقتی که من شروع به بافت میکنم، اینها از اینجا یه بار اون کادر اول رو میبافم، بعد کادر دوم رو اینجا هی تکرار میکنم. تکرار میکنم هم دیگه میدونین یعنی چی؟ یعنی اینو از اینجا بافتیم تا اینجا، دوباره برمیگردم از اول از ژوته میبافم تا اینجا، مجدد برمیگردم از اول میبافم تا اینجا. خیلی خوب، بافتیم، تمام شد، رسیدیم تقریبا به اینجاها. ببینید این مارکر وسط کاره، رسیدم تقریبا به اینجا. چی کار میکنم؟ این تیکه رو میبافم. یادتونم باشه نقشه رو از راست داریم میریم. این تیکه رو میبافم. این کجاست؟ این میشه اینجا دیگه. خب مارکر رو باید وردارین چون تقریبا میشه 3 تا دونه وسط. میبافین، یه دونه اینجا اضافه میارین. یه دونه که اضافه آوردین، ببینید این وسط مرکز کارمونه. 3 تا 1 میکنین. فقط هم این رج 3 تا 1 میکنین. حواستون هست دیگه. رجای بعد دیگه بعد رج رفت از زیر، رج برگشت از رو بافتشه. پس اینجا مارکر رو ور میداریم، اینا رو 3 تا 1 میکنیم، مجدد شروع میکنم. شروع دوباره ببینین از اینجا میام تا اینجا، یعنی این تیکه رو میبافم. بعدش ببینین دوباره 12 بار تکرار. این 12 بار تکرار یعنی همون عددی که قبلی گفتم، من 15 بار باید تکرار کنم. این 15 بار تکرار رو میایم به انتهای رج که رسیدیم، تقریبا میشه اینجاها. این تیکه آخر رو میبافیم به همین راحتی. خب و اما نقشه، پس 3 تا نقشه است. به این حالت با هم دیگه میریم. چیکار میکنیم؟ میایم تا رج 6 رو میبافیم. تا رج 6 ما هیچ علامت جدیدی که ندونیم داخلش نداریم. پس تا رج 6 رو میبافم. رج 7 یه علامت جدید داریم که اینو بهتون میگم باید چی کار بکنین. رج 7 و رج 8 یه علامت جدید داریم، این دوتا رو بهتون میگم. بعد دیگه میریم بافتمون رو ادامه میدیم تا انتها. تا رج 6 من بافتم رو انجام دادم. ببینید چقدر قشنگ میشه دیگه. الان کار حالت خودش رو گرفته و جای خطا کردن خیلی خیلی کم شده. یه حسن دیگه ای که این کار داره اینه که گلاش خیلی کوچیکه. میدونین گلای درشتی نداره که حالا بگیم بافت طولانیه و تا یه طرح بیفته آدم خسته میشه و یادش میره چی به چی بوده. گلا کوچیکه و کاملا شما میتونین چک بکنین و از بافت درستتون مطمئن بشین. حالا میرسیم به رج 7مون. توی رج 7 یه علامت جدید داریم که این بالا میبینین به اسم N، علامت N. این علامت N میخوایم ببینیم چیه. برای اینکه ببینیم علامت چیه، من اومدم از اول کادر قرمز شروع کردم به بافت که حالا یه ذره هم بافت انجام بدیم با هم دیگه ببینیم چه جوریه. خب کادر قرمز که شروع میشه،
ما یه دونه از زیر میبافیم، یه ژوته میندازیم، دوتا رو یکی میکنیم، دوتا یکی به سمت راسته، مجدد یه ژوته، دوتا یکی به راست از دومی میریم داخل. من جهت ها رو قبلا تغییر دادم و الان دیگه راحت دارم بافتم رو انجام میدم. خب رسیدیم به اینجا که باید ان ببافیم. ان به معنی توی این نقش پفکی هستش. ببینین چجوری بافته میشه. یه دونه رو ما میبافیم، دونه رو در نمیاریم، یه بار میبافم، یه بار ژوته میندازم. این کار رو چقدر میتونین تکرار کنین؟ بین 7 تا 9 بار. 2 تا 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 تا. حالا میتونه 7 تا بگیرین، میتونین 9 تا بگیرین. من 9 تایی گرفتم. خیلی هم دیگه زیادش نکنین. اگه نختون ضخیم‌تر بود همون 7 تا کفایت میکنه. در ادامه بافتمون 2 تا یکی به چپ داریم، بعد ژوته داریم، مجدد 2 تا یکی به چپ، ژوته و یکی و 2 تا هم از زیر میبافیم. این بافتی که الان براتون انجام دادم دقیقاً یه گلمون بود. بافتمون رو انجام میدیم. پس ان به این صورته. تو رج رفت اینجوری بافته میشه. توی رج برگشتم بهتون میگم باید چی کار بکنی. من بافتم رو یکم پیش بردم برای اینکه ببینین به چه صورت میشه. ببینین چقدر خوشگل شد. حالا توی رج برگشتمون اون علامته که مثل هشته به چه صورته. ببینین از پشت که میام بافتم رو انجام دادم، رسیدم به این 9 تایی که اینجا داشتم. میام چیکار میکنم؟ 9 تا رو با هم دیگه میگیرم. ببینین با هم میگیرم، الان یکیشون میکنم. فقط نکته که اینجا مهمه اینه که وقتی اینو میگیرین دونه قبلیشو نگیرین باهاش، حواستون باشه. اگر یه همچین کاری انجام بدین، ببینین اون موقع رج بعدی دونه کم میارین. پس به این حالت جمع میشه و از روی بافتمون اینجوری میشه این آشش که در نهایت این حالت رو به ما میده. خیلی شیک و تمیز به این صورت. یه علامت دیگه داریم، علامت بیه که توی نقشه اول داشتیم. علامت بی هم این قسمت های وسط میشه که یه دونه زیرمون برعکس بافته میشه. همین. چون دیگه علامت مهمی نداشتیم من بافتم رو تمام کردم و میخوام نشونتون بدم. ببینین چقدر شیک شد. نقشه 3 و 4 رو گوشه ذهنتون داشته باشین، میتونین برای حاشیه خیلی از بافتاتون ازش استفاده کنین که یه کار خیلی شیک و تکی بهتون میده. فقط نکته آخر که باید بهتون بگم اینه که وقتی که میخواین کور کنین، کور کردنتون رو شلتر انجام بدین. دقت کنین مهم نیست از چه روشی برای کور کردن استفاده میکنین، مهم اینه که شل این اتفاق بیفته که وقتی شما میخواین الان سوزن کشی کنین بتونین قشنگ حالت بدین به بافتتون. اگر صفر کور کرده باشین نمیتونی انقدر کارتو بکشی که این حالت لبه بافت رو بهت بده. یه سوال خیلی مهم که در طول بافت از من پرسیدین در مورد اندازه بافت بوده. دختر گل، اصلا نمیشه گفتش که اندازه یه بافت چقدر در میاد، مخصوصا بافت اشارپ 2 میل، برای اینکه بستگی داره به اول ضخامت نختون، بعد دست بافتتون و در آخر هم طرحی که روی کار انداختین. مگر اینکه یه بار کار رو ببافین. حالا من الان اینو بافتم تمام شده، برای دفعه دوم که میخوام ببافم میدونم که اگر مثلا اینقدر نخ با همین متراژ مصرف بکنم چه اندازه‌ای رو بهم میده، یا اگر میخوام بزرگترش بکنم الان چه متراژ نخ باید استفاده کنم و چند بار حالا باید کارم رو تکرار بکنم. اینم میخوام توی فیلم بهتون نشون بدم خیالتون راحت باشه. از قسمت بالای اشارپ وسط رو من دارم در نظر میگیرم. این بافتی که هنوز بخار نخورده حدود 63 سانت شده، اندازه وسط اشارپمون. منتها این اندازه که نمیمونه که مثلا من الان هی بیام این اندازه بزنم هی بگم خب این الان چقدر شد، این چقدر شد. این اصلا مهم نیست، برای اینکه این بافتیه که انجام دادیم، این کاری نیستش که ما باید استفاده کنیم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که من وقتی میخوام استفاده کنم
باید بخارش بدم. الان شما ببینید همین یه تیکه رو من کشیدم چقدر کش اومد. خب پس به تبع توی اندازه بافت خیلی تاثیر داره. این هم هیچ فایده‌ای نداره که من این وسط رو بکشم بگم این انقدر شد، چون فقط به کشیدن وسط نیست. ما وقتی میخوایم بافتمون رو سوزن کشی بکنیم باید از قسمت لبه اشارپ، لبه بالایی که میفته دور شونه، فیکس کنیم کارمون رو و از قسمت پایین. ببینید پس وقتی که اینجوری بکشی کارتو، این قسمت بالا کم میشه. وقتی هم که از این ور بکشی اون بالای صاف نمیشه. نمیدونم چجوری بهتون بگم. وقتی که یه بار سوزن کشی کنیم متوجه منظورم میشین، چون کار فقط از پایین کشیده نمیشه که، هم از بالا و هم از پایین کشیده میشه. یعنی باید بالای ثابت باشه، خط صاف باشه، پایینم باید کشیده بشه. پس از طول و عرض کار کشیده میشه. این که من بیام فقط هی اینجوری بکشم کارو درست نیست. خلاصه که یه بار که بافتی اون موقع میتونی اندازه رو مشخص بکنی. در غیر این صورت همه چی حدودیه، همه چی حدسه. این از این. برای مرحله آخر که حالا برای استفاده هستش، ما 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. اولیش اینه که بافت رو بشوریم بعد سوزن کشی کنیم. دومیش اینه که نشوریم سوزن کشی کنیم. هر کدوم راحتین. نمیشه گفتش که حتما باید بشوریش یا نشوری بهتره. هر کدوم راحتین. در هر دو صورت اگر شستی میذاری آبش بره، بعد میای سوزن کشی میکنی. اگر هم نشستی که خب سوزن کشیشو انجام میدی و بعد بخارش میدی. در مورد بخار هم بارها بهتون توضیح دادم. سوزن کشیتون که کامل شد، حالا من پهن کردم برای سوزن کشی براتون، حتما یه فیلم میگیرم. سوزن کشیتون که کامل شد، اتو رو با فاصله میگیرین روی کار. به هیچ عنوان اتو روی بافت نباید بذارین، مگر اینکه یه ملافه ضخیم روش پهن کرده باشی، اتو رو بذاری برداری. اصلا حالت اینجوری اتو کشیدن ما نداریم. ما توی کار بافت میذاری اتو رو برمیداری، اونم در صورتی که ملافه گذاشته باشی روش، ملافه ضخیم. در غیر این صورت اتو رو میگیری با فاصله بخار میدی. ما هدفمون از بخار دادن چیه؟ نخ گرما ببینه. وقتی گرما میبینه خودشو ول میکنه. بعد وقتی که ما سوزن زدیم بهش باعث میشه که این حسابی کشیده شه، همون حالت بمونه. حالا میذاریم، وقتی من بخار دادم بافتم و میذارم نیم ساعت 1 ساعت میمونه. کارم کاملا سرد میشه، چون وقتی بخار میدیم چی میشه؟ گرم میشه. میذاریم کار کاملا سرد شد و در نیم ساعت 1 ساعت بعدش سوزن ها رو باز میکنیم و کارمون آماده استفاده میشه.